عمرم اگه بتونین تست رو زیر 15 ثانیه حل کنی؟ تست 75 جزء رو میخوایم حل کنیم. میگه اتومبیلی توی مسیر مستقیم داره حرکت میکنه، توی نقطه A ترمز میزنه و توی نقطه B که فاصلش 120 متر متوقف میشه. کی توی فاصله 30 متری از نقطه B قرار میگیره. خب من میگم از تالس استفاده کنیم. اگه بیایم نسبت اضلاع رو بنویسیم به نسبت مساحت ها، میتونم بنویسم تی پریم به روی 4 به توان 2 برابر با سی به روی 120 که از اینجا تی پریم رو برابر با 2 ثانیه میتونم حساب کنم. خب میگم کلش 4 ثانیه است، 2 ثانیه اینجاست، پس اینجا میشه 2 ثانیه، یعنی 2 ثانیه پس از شروع حرکت اتومبیل. میخوای حل کامل این سوال رو ببینی، کافیه به کانال یوتیوب من به آدرس اینجا مراجعه کنی و حل 4-5 دقیقه‌ای سوال